اومدیم با مرشاد سوالا رو برعکس من با جواب کسی بدیم. دیگه هم میای میگی با مرشاد. اسکناجی با خیوان سوگند بیای ویدیو بگیری، البته که دوست پسرشه ولی بازم هیچ گوهی نیست. پایه اصلی منم، اصلا پایه ویدیو همه چی. حالا برمی زدی تو ذوقم؟ نه شاید خواستم با سر کوچه با اون که اونجا سر کوچه بیام. برو بگی. امروز اومدیم با بقال سر کوچه‌مون ویدیو واسهتون. ببین چالش امروز این شکلیه که هر سوالی که ساناز ازمون پرسید و ما باید برعکس جواب بدیم. مثلا یعنی باید بزنم یس؟ چقدر بد میشه. ما رو گاییدین به خدا، هی دارین ساوند افکت بوم بوم. بابا بسه باشه فهمیدیم. آخه تو هم گی هم هستی، تو خود چونی، چه فرقی داره برات؟ اگه کمونی چیزی هستی تو؟ به نظرم یه تیکه ویدیو رو بچه ها کارت کنم آپلود کنم تو ویدیو. تمامه کار جفتمون تمامه. سلام تمام کیلو خلاص ساعت بدید اینترو میدید چه کورس شیلی بودم و طلبی سیگار برای خودتون هیچ چرت و پرت میگید لازم مخاطرات بعد طول مخاطرات میگید به من فوش میگید این در کار نگاه کن. سلام مهمونه دوبارهمون، البته مهمونه همیشگیمونه. امروز چه سوالی واسم آوردی؟ خب بذار از اولین سوال شروع کنم. سم خونتون نیفته. خیلی بده. خب بچه ها فکر میکنین نیمه گم شده یه همدیگه هستین؟ اوکی. شما یه نگاه به این دو نفر بنداز، جفتشون چرت و پرت میگن، کار دلغکانی میکنن و تقریبا اخلاقیاتشون شبیه همه و هر دوتاشون هم فن بیس توالتی دارن. به نظر من که دقیقاً اینا برای همدیگه ساخته شدن و این نوع هم یعنی آره دیگه. معلومه که نه یه اصلا. تا حالا برای همدیگه گریه کردین؟ ساده یا نه. معلومه که مشاد واسم گریه. نه ببینم چی نوشتی؟ نو. اوکی. شده سر چیز علکی با همدیگه دعوا کنین؟ میگم میخوای پاکش نکنیم. این تویی که میخوای بیا از محتوای من ایراد بگیری و فوش بنویسی و فن اینایی، من پیدات میکنم و باور کن پارت میکنم. چی داره این؟ یعنی وای چقدر اینا کرینجن، دارن میمیرن، دارن زوب میشن. من که دارم ویدیو رو میسازم دارم زوب میشن. یس؟ آره شده. شده دیگه. نه شده نه. اگه زمان برگرده عقب بازم انتخابش میکنی؟ نه. بکیرم الان من چیکار قلبم شکست کرد. نه اصلا. قلبم شکست کرد. ها؟ نه. حالا دیگه یه چالشه دیگه، انقدر جدی نگو نه. این توی که فنینی تو یک تا حالا به همدیگه خیانت کردین؟ چشاتو ببینم. چشاتو ببینم مشا. تو چرا قرمز چشه؟ ناراحتم از این سوال. به من خیانت کردی؟ تا دلت بخواه. خوب نبود. من که نفهمیدم چی شد. اصلا خوب نبود. فقط بگم مزخرف بود دیگه، چی میتونم بگم؟ بدلت بخواد. واقعا؟ یس. دیگه خیلی وارد بازی نشو مشاد، بگو الکی گفت. الکی گفتم. تا دلت بخواه. Of course. نه. فرض کن به مال سوگند توی برنامه که زیدش کسیه که میاد داخل شهر میچرخه و مردم غذای رایگان میده به خاطر کار مزخرف، بیاد بگه من از این خجالت کشیدم. بابا ناموسه من ریدم تو اون برنامه ساختنتون، جمع کنید ناموسه. تو خیلی نامردی، دلمو شکوندی. ببین من تا حالا از تو خجالت نکشیدم. تو هم من خجالت نکشیدی؟ چیکار کرده بودم؟ دعوا شد با یکی تو خیابون. من میگم فوش یادم. دادم ولش کن، فوش داد. و بعد مشا تا 2 ساعت با من قهر. آخه زشته. اصلا فوش مشا قهر نده. نمیکنه ولی اگه فوش بدم با هم قهر. فوش نده دیگه. حالا
یارو شاسی دیگه فوش. نذار فوشرم اینجا بگم که دوباره خجالت بکشی یا. اولین بار که دیدیش حس کردی خیلی خاصه؟ میدونه نه من چه سوخت قلبم. خندیدیم به اون جایزیه نصف نیمه ننه کسکه شد. خندیدیم به اون کله کچل آقاد مادر جنده بینو. بگر خواستی با ما من شدم تا شده بقیه رو به هم دیگه ترجیح بدی؟ یس توی دلغک ببینم نه ببینم نه شاید ترجیح داده باشم. حالا بعدی شده بی دلیل بهش هدیه بدی؟ بی دلیل. من کلا بدون دلیل کاری نمیکنم. نه ببینید من که اصلا حال ندارم دیگه ادامه بدم و اونها 22,000 نفری که اینو دیدن رو پیدا کنم و بگن برای مسخره کرده اینو ندیدن و واقعا خوششون اومده از این، تک تک میرم از چون میکنم. من